امروز میخوایم با هم شیر برنج درست کنیم. با تمام فوتوفناش تا آخر با من همراه باشید. مواد لازمش: برنج 1 پیمانه که حتما از برنج ایرانی استفاده کنید، آب 4 پیمانه، شیر 1 لیتر، کره 50 گرم، خامه 100 گرم، گلاب نصف پیمانه و شکر 1.5 تا 2 لیوان، بسته به ذائقه خودتون داره. برای شروع برنجمون رو میریزیم توی قابلمه. حتما تو قابلمه بزرگ باشه، چون برنج بعد از باز شدن و پخته شدن حجمش زیاد میشه. بهتر از برنج ایرانی استفاده کنید. فرقی نمیکنه که دونه باشه یا لاشه، اونم بستگی به خودتون داره. اگه دوست دارید شیر برنج رو بیشتر حالت پخته و کرمی بگیره، از نیم دونه استفاده کنید. من از ترکیب نیم دونه و برنج کامل استفاده کردم. من برنجم رو از شب قبل خیس کردم و به آب برنجم حدود 2 قاشق گلاب زدم. شما میتونید حتی برنجتون رو با نصف شیرتون از شب قبل خیس کنید. برنج رو با آب داخل قابلمه میریزیم، روی گاز میذاریم تا کاملا آب برنجمون تبخیر بشه. اول حرارت گاز رو زیاد کنید، وقتی به جوش اومد حرارت رو کم کنید و بذارید کاملا آب برنجتون تموم بشه. خب الان برنج من به جوش اومده، کاملا همه جای برنج داره جوش میزنه. حرارت رو کم کنید و بذارید آب برنج کاملا تبخیر بشه. خب الان آب برنجمون کاملا تبخیر شده. کره، شکر، و شیرمون رو اضافه میکنیم. بذارید کاملا بپزه تا غلیظ بشه. نیاز به هم زدن زیاد نداریم، چون اگه هم بزنین به خاطر نشاسته‌ای که برنج از خودش آزاد میکنه شیر برنجتون زود ته میگیره. الان بذارید جوش بیاد. وقتی جوش اومد حرارت رو کم کنید و بذارید با حرارت کم، حدود بستگی به اندازه قابلمه داره و حرارت گازتون میانگین حدود بین 45 تا 1 ساعت میکشه تا شیر برنجتون غلیظ بشه و جا بیفته. در آخر وقتی میخواین از روی حرارت بردارید، گلاب و خامتون رو اضافه کنید. خب الان شیر برنج ما کاملا غلیظ شده. خوب ببینین موقع اضافه کردن گلاب و خامه است. من گلاب و خامه رو اضافه میکنم و سریع هم میزنم. نه حرارتون کم. به خاطر ریختن خامه شیر برنجمون یکم سرد میشه. وقتی یکم گرم شد و یه جوش زد، از رو حرارت برش دارید و تو ظرفای مورد نظرتون بریزید. وقتی تو برنجتون رو فرق نمیکنه برای شعله زرد یا شیر برنج میذارید و دائم هم میزنید، به خاطر که نشاسته برنج آزاد میشه کف قابلمه‌تون میگیره، ولی من هم نمیزنم و میبینید که کف قابلمه‌م اصلا نگرفته. شیر برنجمون آماده شد. من الان توی ظرف سرم میکشم. شیر برنج هم میشه گرم خورد هم سرد. میتونید به نصف از شیر برنجتون زعفرون هم اضافه کنید تا شیر برنج زعفرونی داشته باشید. شکلات هم بعضیا اضافه میکنن، میتونید بهش شکلات هم اضافه کنید. من به نصف از موادم زعفرون زدم. اینم زعفرون. شما میتونید میزان زعفرون بیشتری بریزید، ولی من دوست دارم بوی گلاب غالب باشه توی شیر برنج. اینم از شیر برنج مورد نظرمون. من توی کاسه کشیدم و به دلخواه خودم با گل و پودر پسته و دارچین تزیین کردم. شما میتونید به دلخواه خودتون تزیین کنید. و یه نکته که اینجا وجود داره اینه که شما میتونید خامه رو حذف کنید، ولی با خامه کرمی‌تر و خوشمزه تر میشه.